با عرض سلام دوباره اومدیم با جلسه 4 از دورمون. خب دوره قبل درباره HTML صحبت کردیم یه مقدار. الان بقیه صحبتامون رو انجام میدیم. خب اگر بخوام شروع کنم از اون دوباره بقیه مباحث مقدماتی، ما یه چیزی داخل HTML داریم به اسم HTML Elements. خب این element های HTML چیه یا به فارسی عناصر؟ به اون چیزی که یه عنصر HTML با یک تگ شروع، مقداری محتوا و یک تگ پایان تعریف میشه. اگر اینجا دقت داشته باشید به کل این مقدار یا این مقدار میگن یک element. خب این هم محتواشه، این مقدار مشکی. این دوتا قرمز بهشون میگیم تگ باز، تگ بسته. خب اول اینکه نکته این که تگای HTML به بزرگ و کوچک بودن حساس نیستن. حالا شما میخوای پی بزرگ بذار یا پی کوچک، ولی خب اون چیزی که رواله و معموله اینه که ما تگامون رو با حروف کوچک بنویسیم. نکته بعد این که ما تگایی داریم که و عناصری داریم که بدون محتوا هستن که بهشون میگیم empty elements یا عناصر خالی. یه نمونهش این تگ BR مونه که کارش چیه؟ اگر اینجا ببینید الان ما یه تگ پی باز داریم، یه تگ پی بسته. وسط متنمون this is a paragraph with a line break. خب وسط متنمون یه بیار گذاشتیم. این بیار کارش چیه؟ بذارید تا من روی کد نشونتون بدم، اونجوری بهتر متوجه میشید. خب قبلا توضیح دادیم که چجوری یک فایل HTML درست کنیم. حالا ما دوباره انجام میدیم، شما ببینید. بهترین راهکارش اینه که بیایم داخل نرم افزار VS Code، ویژوال استودیو کد. خب اوپن فولدر رو بزنیم، اونجایی که میخوایم ذخیره بشه انتخاب میکنیم. بعد که انتخاب کردیم خب یه فایل HTML اول درست میکنیم. حالا من اینجا اسمش رو هر چیزی که شما دوست دارید میتونید بذارید. من میذارم index.html یا htm، فرقی نداره. خب قبلا توضیح دادم نخوایم کدا رو زیاد وقتمون رو بگیره، از ایمت استفاده میکنیم. یک علامت تعجب میذاریم، ایمتش میاد. اگر ایمت رو نصب کرده باشیم یه اینتر میزنیم. خب بیس کارمون رو برامون آماده کنه. قبلا هم توضیح دادیم اینا رو، میتونید تو در جلسه قبل توضیحاتش رو ببینید. حالا اینجا اسم صفحمون داکیومنت میذاریم، همین باشه. بذاریم این بی آر رو ما تست کنیم. خب می نویسیم، بذارید اصلا ما اینو فارسی کنیم، FA فارسی IR. خب راست چینش هم بکنیم، direction right to left. خب اینجا می نویسیم یه پی، تگ پی باز و بسته. اینجا می نویسیم که مثلا این یک تگ، حالا اینجا ما یه بی آر. بذارید من انگلیسیشو بنویسم اول تا شما خوب متوجه بشید، چون تو فارسی که بنویسیم یکمی ترتیبش تو قسمت خود کد به هم میریزه. به خاطر همین بذارید ما اول انگلیسی بنویسم. فعلا همون انگلیسی باشه تا شما خوب متوجه بشید. خب یه تگ پی اینجا بنویسیم this is a paragraph with
this page. خب بریم این نتیجه شو گو لایو میزنیم، یه لحظه صبر میکنیم، حالا دیگه بستگی به سیستم و اون برنامه‌ای که داره اجرا میکنه بیاد بالا، نتیجه رو ببینیم. خب این متن ماست. This is a چیزی که نوشتیم. This is a paragraph with this page. حالا اگر بخوایم از اون BR که گفتیم استفاده کنیم، فرض کنید اینجا کاری که میکنه چیه؟ خب یه تگ باز میذاریم BR، خودتون ببینید چه اتفاق میفته. خطمون به اصطلاح شکسته شد، اومد خط بعدی. حالا میخوایم 2 تا بره، دوباره این BR رو میذاریم، 2 تا خط شکسته شد. اینجوری تگای که خالی هستن empty elementامون، element های خالیمون اینجوری می نویسن. به این روش هم نوشته میشه که اینجوری پایانش باشه. خب من بذارم اینو باشدش. خب این از BR که گفتیم بهتون یه بریکینگ، یک لاین بریکینگ. اما بریم برای بقیه مباحثمون. خب ما یه چیز دیگه هم داریم داخل HTML به اسم HTML attributes. HTML attributes یا همون ویژگی های HTML. خب چی هستن؟ اینا ویژگی های HTML که اطلاعات بیشتری در مورد اون المنت به ما میده. حالا میریم رو کدم اونجا توضیح میدم، اما اینو بدونید که همه عناصر HTML، حالا اونجا دیدید که پاراگراف P یا مثلا جلسه قبل H1 H2 تا H6 اونا هم دوباره خودشون میتونن اتریبیوت داشته باشن و اینکه اتریبیوت ها همیشه در تگ شروع مشخص میشن و مشخص ها هم معمولا به صورت جفت میان، یعنی نیم مصاحبه ولی. اگر بخوایم این نمونهش رو ببینیم، اینجا مثال زدیم یه تگ پیه، این پی باز با قرمز مشخصه، این تگ پی بسته است و اینجا ما یه اتریبیوت داریم، یه ویژگی برای این تگمون که این المنت در تگ بازمون اتریبیوتمون قرار داده شده، نیمش استایله. خب این هم ولیو و مقدارش که اینجا بین این دوتا قرار گرفته. بذارید من دوباره روی کد نشونتون بدم. همین تگی که خودمون قرار دادیم اینجا برای مثال. خب اینو من یه مقدار جلوتر توضیح میدم که الان میخوام بنویسم. بذارید اینجا چند تا اتریبیوت نشونتون بدن. برای مثال این تگ HTML ما هست. خب اینا که میبینید با این رنگ مشخص شده همگی اتریبیوت برای تگ هامونه. مثلا داخل تگ HTML بازمون که خب بسته هم داره، تو قسمت بازمون که گفتیم قرار میگیره خب یه اتریبیوت به نام لنگ که همون لنگویج صفحه اونو مشخص کنه که ما اومدیم بهش گفتیم که انگلیسیه، و اینکه یه اتریبیوت دیگه به اسم دایرکشن، خب اینکه از کدوم سمت به کدوم سمت نوشته بشه که ما گفتیم left to right، چپ به راست نوشته بشه، و بقیه اتریبیوت ها. یک اتریبیوت که ما الان میخوایم اینجا دربارش بیشتر صحبت کنیم، بریم تو بحث CSS.
خب برای اینکه ما به متنمون CSS اضافه کنیم، خب حالا CSS چیه قبلا توضیح دادم، اما یه توضیح مختصرم اینجا میدم. CSS اون شکل دهی که ما به متنمون میدیم، رنگ و لعابی که به صفحه‌مون میدیم، به اون سندمون رنگ و لعاب میدیم، بهش میگیم CSS. خب ما به 3 روش میتونیم CSS رو به کدمون اضافه کنیم که اولین روشش که اینجا میخوایم درباره‌اش صحبت کنیم به وسیله همین اتریبیوت ها است. همین تگ استایل، اتریبیوت استایل که داخل تگمون قرار میگیره، این یکی از روش های وارد کردن کدای CSS. خب ویژگی استایل همینجور که اینجا نوشتیم برای افزودن سبک یا همون استایل به یک المنت مثل رنگ بخوایم بهش اضافه کنیم، فونت بخوایم بهش اضافه کنیم، اندازه و موارد دیگه استفاده میشه. حالا نحوه نوشتنش چجوریه؟ خب ما قراره تو قسمت تگ بازمون اتریبیوتمون رو اضافه کنیم. میایم تو قسمت تگ بازمون، خب می نویسیم استایل مساوی با اینجا که نوشته پروپرتی، خب اون ویژگی CSS مون رو اضافه میکنیم، مثلا کالر، رنگ. اینجا مقدارش رو وارد کنیم، مثلا بلک، سیاه، یا مثلا رد، قرمز. آخرش یه نقطه ویرگول گذاشته میشه و تمام. بذارید بریم روی کد امتحانش کنیم. الان ما اینجا متنمون مشخصه. ما اینجا میخوایم رنگ متنمون رو عوض کنیم. می‌نویسیم استایل. خب ایمیتو اگر نصب کرده باشه اینجا میاد به کمکتون. خب استایل مساوی با 2 تا گیومه باز و بسته است. خب اینجا ما پروپرتیمون اول می‌نویسیم کالر 2 نقطه. حالا باید مقدارمون رو می‌نویسیم، چه رنگی می‌خواید باشه. خب الان که سیاه بلکه، مثلا اینجا ما می‌نویسیم بلو یا دستی یا اینجوری انتخاب کنیم. اگر ببینید رنگ تغییر کرد. یا مثلا اگر بخوایم اضافه کنیم 2 نقطه میذاریم، یه ویژگی دیگه اضافه میکنیم، مثلا می‌نویسیم تکست الاین. خب این تکست ما کجا قرار بگیره؟ میگیم بیاد بذارش وسط، میاد وسط قرار میگیره. یا مثلا میگیم برو مثلا سمت راست قرار بگیر، رایت، میاد سمت راست قرار میگیره. یا اگر راست بود برو چپ قرار بگیره. این دیگه بستگی به خودمون داره. یا مثلا همینجا باز میتونیم یه استایل دیگه اضافه کنیم، مثلا می نویسیم فونت سایز. خب فونت سایزش چقدر باشه؟ مثلا خب ما میتونیم از همینا استفاده کنیم، لارج، میدیوم، اسمال. یا میتونیم به پیکسل بنویسیم یا به درصد. مثلا من اینجا بنویسم 60 پیکسل. یا مثلا می نویسم 25 پیکسل. این هم از این بحثمون. 2 تا روش دیگه هم برای اضافه کردن استایل ها هست که جلوتر در موردش صحبت میکنیم، اما به صورت مختصر بخواید بدونید، یکی از روش دیگهش دوباره همینجا تو فایل HTML مون اضافه میشه. یکی دیگه ما اینجا آدرس میدیم و یه فایل جدا درست میکنیم و کدای CSS مون رو جدا می‌نویسیم. خب من خیلی خوشحال شدم از اینکه یه بار دیگه با هم دیگه بودیم. تا کلاس و جلسه بعد، خدا نگهدار.